بچه من با یه صحنه مواجه شدم موقعی که اومدم روی اکانت دوم. این روی اکانت دوم الان بنر یه سالگی گرفتم، یعنی یه سال اکانت دوم تو گیمه ایشون نگه داشته باشیم و الان بنر یه سالگی هم گرفتیم. اینجا بچه صبر کنیم و دیگه کجا باید میرفتیم؟ نه اینجا، نه اینجا بنر یه سالگی رو باید به ما داده باشه. نه دیگه نه قلفه نمشون نه بخاطر این بالا. نه دیگه اینا برای نسادگی نیست، برای داده اما الان نیستشون. سب کن اینجا برم تو قسمت بنرها نیست بچه دیگه بزرگی خودتون بخشید و ویدیو بعد خدا نگهدار.